و مگر حجاج بیخبر است که اهل زمین او را لعنت میکنند و اهل آسمان به او نفرت دارند؟ این نفرت شده آسمان و لعنت شده زمین با این قصرش چی میخواهد اثبات کند؟ وقتی این رو میگویند مردم میگن ابا سعید، یعنی لقبی حسن بصری است، نه کفایه هست استاد، شما نباید این گونه سخن کنید، این به گوش حجاج می رود، شما رو عذاب می دهد، شما رو شکنجه می دهد، این گفته های شما خیلی دیگر جوابگویی دارد. حسن بصری میگن مردم شما چی میگوید؟ الله از علما عهد و پیمان گرفته است که لتبیننه للناس ولا تکتمونه، شما باید آنچه که میدانید به مردم بیان کنید و پنهان نکنید. الله این عهد و پیمان را گرفته است، من باید بیان کنم. عالم حقیقی آن است که آن چیزی که میداند در وقتش در جایش بیان میکند و بیان میکنند. البته خبر به گوش حسن ببخشید حجاج میرسد از طریق جاسوس ها که در همه وقت هستن اینها، و حجاج میگوید وای بر حالتان شما لشکران من، زیر دستان من. مگر یک برده که حسن بصری اصلشان برده بود، پدر و مادرشان بعداً آزاد شده بودند، مگر یک برده با این همه جرأت در حق من این گونه بدگویی میکند؟ شما کاری نمیکنید؟ یعنی کسی نتوانست از من دفاع کند، والله او را به اینجا جیغ خواهم زد، با خون او شمایان را سیراب میکنم. یعنی حجاج میگوید من در نزد چشمان شما خون او را میریزانم و شما از آن سیر خواهید شد، به خاطر اینکه او اینقدر مرا تحقیر کرده است و شمایان باشد گوش کردید و آنجا کسی از من دفاع نکرد. روزی دیگر خبر میفرستد که حسن بصری به قصر من بیاید، قصری که در آنجا بود. حسن بصری به یگان ترسه، به یگان سرخمی، به یگان عذرخواهی، به یگان اینسو و آنسو من خطا کردم و من چیزی دیگر گفتنی بودم گویان نه، با سر بلند نزدی حجاج می روند، چون عالمی که پروردگارش را می شناسد، عالمی که در علم خود مطمئن است و یقین است، او مرگ زندگی را در نزد الله می بیند. او مرگ و زندگی خود را به دست یگان مخلوق نمی بیند. بیچارگی را، کمبغلی را، بی آبروگی را، زیر دست شدن و زیر پا شدن را او در دست یگان دو پا انسان نمی بیند. او می داند که عزت هم از طرف پروردگار است و ذلت هم از طرف پروردگار است.